نشانه های محبت خدا که محبت خدا یک سرمایه هست، واقعا بزرگترین سرمایه برای یک انسان مسلمان هست. 10 تا علامت براش گفتن: 1 محبت کلامش، 2 محبت رسولش صلی الله علیه وسلم، 3 غیرت و تعصب نسبت به محارم خداوند، حد و حدود، حرمت هایی که خداوند منطقه پرخ شده خودش اعلام کرده و خط قرمزش رو اعلام کرده و قاف باشیم، بیستیم، تعدی نکنیم، تجاوز نکنیم از اون حد. اما 4م امروز باید تمومش بکنیم دیگه، تازه امروز جلسه پرسش و پاسخ بوده، ولی دیگه بزرگواری کردن، این وقت رو دادن که این مسئله رو تمام بکنیم. 4م حریص بودن و اشراف داشتن بر این که تلاش بکنید جزو اولیای خدا باشید، چون خداوند اولیاشو دوست داره و در رو باز کرده و دوست داره که همه اولیاش بشن. اولیا به معنی دوست. این آرزود باشه و این آرزو رو تقویت بکن با تلاشت، با برنامه‌های خوب که چیزهای خوبی از خودت نشون بدید که خداوند تو رو انتخاب بکنه به عنوان ولیش. و مصداق این آیه باشید: الله ولی الذین آمنوا. خداوند دوستانی داره، حد و مرز هم برای دوستی خدا وجود نداره مگر یه سری برنامه‌های خوب، کارهای خوب. پس در بازه. خداوند در قرآن می‌فرمایند ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما، محبوبترین شما نزد الله با تقواترین شماست. این آیه امیده برای همه میتونن دوست خدا باشن. اگه میگفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خوب دقت بکنید تو تعبیر خداوند. الله برای همه است، مال همه است. کسی نمیتونه بگه الله مال من، مال تو نیست. زمانی مال من و تو نیست که من و تو نخواهیم. خودش اعلام کرده الله ولی الذین آمنوا. یکی از چیزها و برنامه‌هایی که انسان و ولی خدا میکنه ایمان است.